تو کتاب شفای زندگی لویسی نوشته بود وقتی کسی منو ناراحت میکنه خودم میپرسم این فرستاده شده تا چه درس مهمی رو بهم یاد بده. فاقد کدوم ویژگی شخصیتی و روانی هستم که باعث شده متحمل درد و رنج بشم؟ انسان‌های عصبانی آرامش و خونسردی رو می‌آموزن. انسان‌های تحقیرگر عزت نفس رو به شما می‌آموزن. انسان‌های بی‌احساس عشق بی‌قید و شرط رو می‌آموزن و انسان‌های لجباز انعطاف رو به شما می‌آموزن. از امروز تو زندگیتون وقتی رفتار کسی اذیتتون میکنه از خودتون بپرسید اومده چه درسی رو بهتون بده. اگه براتون مفید بود یه قلب قرمز رو کامنت کن.